بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فراهم کردن لقمه حلال و یک سفره پاک برای خانواده همواره مورد تأکید شریعت و دین ما بوده و الله سبحانه و تعالی در سوره بقره فرمودند که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم از اون چیزهایی که در زمین هست شما حلال و طیب اون رو بخورید. حلال باشه یعنی حق کسی دیگه در اون نباشه، مال خودت باشه. و طیب باشه یعنی پاک باشه، موافق طبع تو باشه، ضرری برای بدن و عقل تو نداشته باشه. و در ادامه میفرمایند ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان پیروی نکن که شیطان تو رو به سوی حرام ترغیب میکنه. ظلم، چپاول، حقخوری، کسب و کار حرام، اینها برنامه های شیطانه. چرا نباید از شیطان پیروی کنیم؟ چرا که انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار ماست، شیطان دوست ما نیست، شیطان خوبی ما رو نمیخواد، شیطان نمیخواد ما رو در مسیر سعادت قرار بده. شیطان اگر قرار بود کسی رو سعادتمند بکنه قطعا مسیر سعادت رو برای خودش ترسیم میکرد. لذا با الله سبحانه و تعالی باشیم، پاکی ها و حلال الله سبحانه و تعالی رو تناول بکنیم و با تکیه بر این اصل زندگی خودمون رو زیبا و مزین به خوبی ها بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو